پلنگ تورانی. پلنگ تورانی کلانترین намояндаи оилаи гурбашаклон буда, зернамуди дар кураи замин пурра нобуд гардида ба ҳисоб меравад. то аввали солҳои 30-уми асри гузашта паланг дар пастхамиҳои поёноби дарёҳои Панҷ, Вахш, Кофарниҳон, Қизилсув ва Ёхсу дучор меомад. ин даррандаи боҳашамат дар туғайзорони касногузари наздисоҳилӣ, ки бо хусусиятҳои экологии худ ба шароити ҷангалҳои касногузари Ҳиндустон шабоҳат доранд, сукунат мекард. پلنگ تورانی از خطار درندگان داخل می شود، از اویله پشک مانندها، گربه مانندها. یکی از درنده زیباترین تاجیکستان به شمار می رود. لیکن صد افسوس که در زمان حاضر دیده نمی شود. البته جوی موضوع اساسی این پلنگ درنده خیلی زیبای طبیعت ما با بیابان‌های توران زمین وابسته است. بنابراین از پیدایش هم وابسته است. بنابراین نام این پلنگی تورانی نام گرفته است. از دوره قدیم از اول در زبان تاجیکی همین نام پخش شده است و همین نام میگیرند. зернамуди паланги туронӣ дар баробари зернамуди банғолӣ ва амурии паланг яке аз калонҷусатарин намояндаи гурбаҳои ваҳшии олам ба ҳисоб мерафт. вазни палангҳои болиғ 240 килограмм ва дарозии бадани онҳо то ба 3 метр мерасид. берун аз қаламрави тоҷикистон паланги туронӣ дар ҳудуди Қавқоз, ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Туркменистон, Узбекистон ва Афғонистон паҳн гардида буд. туъмаи асосии паланг дар туғайзорони тоҷикистон хуки ваҳшӣ ба ҳисоб меравад. туъмаи инҳо баи хуки ваҳшӣ буд. ба ғайри хуки ваҳшӣ намоди ё ҷуфтсимон буданд. ҷуфтсимон хӯроки инҳо ҳисоб мешуданд. оҳуи бухороӣ буд. баъд бузҳои ваи намандаи тоқсимон дигар ки дар биёбонҳо зиндагӣ мекарданд, اینها مقدارشون کم شدند که آنها شکار کردند و موضع اینها را بسیار بیابانها در تاجیکستان کم شد. بیابانها را درخت و جنگل ها را نیز کردند. خیلی با رستنه های بیابانی بسیار نیز کرده شد در برابر افزود کردن رستنه های بیابانی. بنابراین میدان زیستی آنها خیلی تنگ شد، کاسته شد. بنابراین مقداران کم شد، رفته رفته به نشوی آورده رساند. پلنگ تورانی با زیبایی حیرت‌انگیزی خود فرق میکرد. این درنده کلانجوسا خیلی پرقوت، آرام طبیعت، تیز حرکت و خوشندام بود. برایش طرز حیات جداگانه خاص بوده، هر کدامش در الوهیدگی طعمه خود را شکار میکرد. این درنده با حشمت از انسان نمی‌هراسید، ولی به آدم هجوم نمیکرد. مردم از قدیم الایام پلنگ تورانی را رمز قدرت و توانایی می‌حسابیدند. آنها اعتقاد داشتند که چنگال پلنگ آدم را از قوه‌های بدی امین نگاه می‌دارد. از این رو اکثر مورد چنگال آن را به لباس‌های کودکان می‌دوختند. هنوز 100 سال قبل پلنگ تورانی ساکن مقرری و حاکم مطلق توغیزاران آسیای میانه به حساب می‌رفت. سرشمار این پلنگ در عصر 19 در حدود پهنشوی 10,000 سر بهاگذاری گردیده بود. با سرعت از خود گردیدن توغیزاران نزد ساحلی با مقصد کشت نمودن زراعت کشاورزی در سالهای 30 عصر گذشته باعث محدود گردیدن حدود پهنشوی و سرشمار پلنگ تورانی گردید. طبق معلومات عالمان و شرح‌ها می‌مونند ممالک و این نماینده شکلان یعنی پلنگ تورانی در وی سنی 2-3 سالگی به بلوغ میرسد. بعد بلوغ آنها به افزایش شروع میکنند. یعنی جفت‌سازی سر میشد. جفت‌سازی اینها از ماه تا ماه دکبر دوام میکند. از اولی تیر ماه دکبر. بعد دوره بچه‌زای اینها از ماه ینور تا 2-3 ماه دوام میکند و در هر یک تولد کردن تا 4-5 پلنگچه تولد میکند. در دوره اولی آنها
پلنگ نو زایده شدگی چشمشون پشته می شود چون دیگر شورخوران بعد از 7 روز چشمای آنها گشوده می شود بعد از قفایشون به 4 طرف دویده می گردند بعد یک سبب دیگر کمشوی نسل آنها در امن است که اینها در 2-3 سال یک مرتبه نسل میان مقدارش کم دارند برای همینم اینها و مقدارشون تیز کم شده رفته سبب اساسی همین است متاسفانه در ساحل دریای سیر آخرین پلنگ تورانی سال 1933 نابود کرده شد. سال 1938 در پایان آب دریای وخش ممنوعگاه بیشه پلنگان تأسیس داده شد. مقصد اساسی تأسیس این ممنوعگاه حفظ توغیزاران نزد ساحلی یکجایه با نمایندگان خاص و بنظیر عالم حیوانات از جمله حفظ پلنگ تورانی بود. متاسفانه ممنوعگاه نتوانست که این پلنگ را از محوشوی نجات بخشد. آخرین پلنگ تورانی در ممنوعگاه بیشه پلنگان از جانب غرقشکنها تابستان سال 1953 پرانده شد. ولی پلنگ تورانی در خاطره‌ها باقی میماند و ممنوعگاه بیشه پلنگان همچون گوشه بینظیر طبیعت ارزی وجود دارد. برخی از عالمان گمان میکردند که شاید پلنگ تورانی تا سالهای 70 عصر گذشته زنده بود و بعضاً از افغانستان شمالی به توغیزاران قسمت جنوبی غربی تاجیکستان وارد میگردید. سبب اساسی محوشوی نابودشوی پلنگ تورانی از طبیعت زیبای ما اصلا در این به بیابان ها که وابسته هستند موضع اینها در بیابان ها سالهای آخر بیابان دشت و بیابان های تاجیکستان به نهایت تیز اسود کرده شدند در رسانه‌های بیابانی بنابراین مقدار آنها کم شدند و موضع جوی زیستی طعمه اینها شیرخورانی که در بیابان زندگی میکنند اونها مقدارشون کم شد و سبب دیگرش همین که این شکاری به مورد شکاری به رحمانه اینها مقدار ندارند در یک سال 1938 در یک موسم شکاری تا 67 معلومات ها هست در من هست طبق معلومات های عالمان 67 پلنگ رو شکار میکردن در 38 بعد مقدار بعد در سالهای 40 بعد سال تا 54 مقدار اینها که کم شد در 3-4 ماه 2-3 پلنگ رو شکار میکردن دیگه نبود در این خود. پلنگ تورانی نمودی به بازگشت و محو گردیده به شمار می رود. بعضی ها گمان میکردند که شاید آن در یگان باغ حیوانات دنیا باقی مانده است ولی این تخمین ها نادرست برآمدند. دلیل ها ردناپذیر باقی ماندند. پلنگ تورانی الحال در هیچ کجا باقی نمانده با تأثیر انسان پورا محو گردید. محو گردیدن پلنگ تورانی این تلفاتی به بازگشت گوناگونی بیولوژی می باشد. سال 1988 کتاب سرخی تاجیکستان تب رسانده شد به زبان روسی به همونجا عالمان اکادمی عالمان زولوگ ها که به آموزش پلنگ مقدار پلنگ را هم میدونستند بعد معلومات ها بود در سالهای آخر نیافتند در طبیعت ما بنابراین به کتاب سرخ تاجیکستان پلنگ تورانی داخل کرده شد. عامل‌های اساسی نابود گردیدن پلنگ غرق شکنی و محدود گردیدن مساحت توغیزاران نزد ساحلی به حساب می رود. نیست گردیدن پلنگ تورانی فاجعه خیلی غم‌انگیز است. همگان را ضرور است که در مورد حفظ حیوانات نادر جدی اندیشه نمایند تا که چنین خطاگی در آینده تکرار نگردد.